برنامه اخباری آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما از آن میشود. شالگل خوجا هستم. سلام، نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 26 اپریل. наздикон мегӯянд Асадулло Исмоилов имом-хатиби масҷиди кӯчаи Яккачионри шаҳри Душанбе ки баъди ширкат дар маросими дафни матолиби тоҷикободӣ дастгир шуда буд, аз боздошт раҳо гардид. ҳуқуқдони тоҷик гуфт дастури шифоии мансабдорон оиди дар доираи оила гузарондани маросими ифтор қувваи қонунӣ надорад. талабот дар бораи маҳдуд кардани одамон нодуруст аст. ва хонаводаи дар шаҳри Кӯлоб иддао мекунад ки як киштӣ бо онҳоро аз манзили зист маҳруму 6 сол инҷониб иҷоранишин кардааст. хонаи маро тарк карда мондану манзили иstiqomati фарзандои маро омадаки ҳамсоя пул кард. мулло Асадулло Исмоилов имом-хатиби масҷиди кӯчаи Яккачионри шаҳри Душанбе пас аз боздошт раҳо шудааст. дар ин бора имрӯз бародари ӯ Қадруддин Исмоилов ба радиозодӣ хабар дод. ӯ гуфт бародараш рӯзи якшанбе аз боздошт раҳо шуд ва ӯ ба дидорбиниаш рафт. Асадулло Исмоилов дар баробари дигар рӯҳониён аз ширкатдорони маросими ҷанозаи домулоик матолиби тоҷикободӣ буд ки шаби 19 апрел аз сӯи мақомоти интизомӣ боздошт шуд. гуфта мешавад ҳоло Асадулло Исмоилов дар хона бо аҳли хонаводааш қарор дорад, аммо талошҳои радиозодӣ барои анҷом додани суҳбати телефонӣ бо ӯ натиҷа надод, зеро наздиконаш мегӯянд ӯ ҳоло телефони мобилии ҳамроҳ надорад. рӯзи 22 апрел мақомот эълон намуданд ки Абдулҳақ Обидов сархатиби масҷиди ҷомеи ноҳияи Шомансурро низ ҳамроҳи 4 нафар дастгир карданд. дар айни замон бо гузашти 3 рӯз аз ба озодӣ баромадани Дониёр Набиев ё бобои Дона то ҳол вазъи саломатии ӯ маълум нест. мақомоти тафтишотии Дониёр Набиеви 80 соларо ки ба 7 соли зиндон маҳкум шуда буд, бо назардошти бемории сел ва солхӯрдагӣ 23 апрел озод намуданд. хабарнигорони радиои озодӣ имрӯз ба манзили бобои Дона рафтанд, вале наздиконаш аз суҳбат дар бораи ӯ худдорӣ варзиданд. пайвандон дар суҳбати бидуни микрофон чиҳо гуфтанд, ҳоло дар гузориши Раҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло мешунавем. دانیار نبیف یا بابای دانا حالا در منزلش در محله گلبوته ناحیه رودکی زندگی دارد. شادی نبیف برادر دانیار نبیف از همه گونه صحبت در این باره خودداری کرد و حتی به ما اجازه نداد که با دانیار نبیف نزدیک شویم و حتی اجازه نداد که ما منزلش را ثبت کنیم. ولی آنچه معلوم است پیوندانش گفتند که بعد از نیمه روز 23 اپریل دانیار نبیف را از یک محبس شهری وحدت شرطاً او را جواب دادند و دانیار نبیف از روی قانون در یک مدت معین باید خودش را از قید مقامات گذراند و مهلت این از قید گذرانی حدود 2 سال بوده است. نزدیکانش گفتند دانیار نبیف خود را حالا خوب حس میکند و آنها باید که او را طبابت کنند، چون دانیار نبیف گرفتار بیماری سیل است. بازداشت دانیار نبیف واکنش‌های زیاد جامعه جهانی و سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورد و مقامات بعد از 4 ماهی حکم زندانی او اخیراً او را آزاد کردند و وکیل دفاع دانیار نبیف گفت که به خاطر پیرانسال بودند و هم به خاطر بیماری سیل داشتند دانیار نبیف را آزاد کردند. قانون در تشدید کرده یک مطلب وقتی که بیمار باشه بس 3 سال بینابر میگن شرطا ممکنه پیش نوبت آزاد کردن است. نزدیکان دانیار نبیف گفتند که بعد از خوب شدن وضع سلامتیش ممکن است که با مطبوعات صحبت کنند، ولی حالا ما تماس مستقیم با خود دانیار نبیف نداریم و تنها از زبان نزدیکانش میدانیم که سلامتی او خوب است. رو می‌ریم با موضوع دیگر. هفته گذشته رئیس کمیته دینی تاجیکستان در پارلمان تغییرات به قانون تنظیم عنعنه را معرفی کرد و بعد بیرون شدن از جلسه به خبرنگاران گفت افطار باید در دایره اویله گذرانده شود. اما کورشینوسان میگویند چنین مеъёр زمانی به حکم اجرا می‌دراید که آن را پرزیدنت کشور امضا کرده باشد. تفصیلات در گزارش همکارانمان کیومرسیاتو. گلیماه تصمیم گرفت است که این شام برای افطار شوربا و آش پلو و اگر وقتش رسید نان پزد. به گفته این ساکنی جماعت سغدیان ناحیه وحدت شام نزدیکان و چند همسایه برای افطار به خانه آنها می آیند. در ماه رمضان در دهه‌های تاجیکستان مردم یک یا چند روز برای افطار پیوندان خود را دعوت می کنند و در روزهای دیگر به مهمانی آنها می روند.
گلی ماه میگوید خرج زیادتی نخواهد بود، چون امروز شما مهمانداری میکنید و فردا آنها شما را دعوت میکنند. گلی ماه باور دارد که همیشه چنین بوده است. دوره‌ای که خسرومون زنده بود، خشتامونمون زنده بود، هم کمی کردن کلونو کی خیلی کمتر نظر پیشتن رو هست میکردیم گوسفند میکش خسریم ما. هنوز معلوم نیست که آیا مقامات میتوانند دعوت برای روزه‌گشایی و یا افطار را منع کنند یا نه. سال 2007 قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی قبول شد و در آنجا ترتیب برگزاری مراسم ختنه و روز تولد را ذکر کردند. معرکه هایی که تنها در دایره خانواده گذراندن ممکن است. قانون همچنین توی ها را تنظیم می کند، از شماره خوراک های روی میز گرفته تا تعداد ماشین ها. در برگزاری مراسم دفن و عزا و زیارت حج و جشن های دیگر دینی و دنیوی نیز محدودیت ها تعیین کردند، ولی درباره افطار چیزی گفته نشده است. رئیس کمیته دین چند روز پیش بعد از جلسه پارلمان افطار و مراسم در دایره عائله نامید، ولی تفصیلات نداد. افطار در دایره عائله. حقوقدان شاکرجان حکیموف میگوید فعلا برگزاری افطار من نیست، ولی اگر منصبداری بلندپایه آن را به زبان آورده است پس ممکن است که جاری شود. شاکرجان حکیموف گفت دستور شفاهی منصبداران قوه قانونی ندارد و فعلا ساکنان می توانند که با دلپوری به مهمانی بروند. طبق ترتیبی مقرر شده آن را پرزیدنت کشور قبول و یا امضا نکرده است و اعتبار قانونی ندارد، زیرا هنوز در مطبوعات دولتی نشر نشده است. طلبات درباره محدود کردن آدمان نادرست است. قانونی بحث برانگیز درباره تنظیم عنعنه ها و مراسم ملی که برگزاری اکثر معرکه و اطهار را محدود میکند سال 2007 با تشبث پرزیدنت امام علی رحمان قبول شده بود. آنگاه این تشبث را غمخواری در حق ساکنان کشور نامیدند. هر سال مقامات ادعا میکنند که تاجیکان به شرافت این محدودیت ها صدها میلیون سامانی را صرفه میکنند. اولا این اصول با هدف از جهت علمی معین دقیق و اثبات کردن پسندازها از جانب شهروندان و اتحادیه ها تهیه نشده است. برعکس قسم درآمد بعضی از سوبیکت های خواجگیداری که در بازار خدمت میرساندند کاهش یافت. شاکرجان حکیموف میگوید برای قبول قانون و یا تهیه علاوه ها به آن وقت لازم است. و تخمین میزند که اگر مقامات در فکر منع افطار هستند پس تنها در آخر ماه رمضان این کار را میکنند، زمانی که تاجیکستانی ها در این مورد دیگر تشویش ندارند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. یک ساکن شهر ترسونزاده ادعا میکند که دادرسی از او خواسته است گناه را به دوش بگیرد و از جوابکاری آزاد کرده خواهد شد. نرزولو کریموف به دستدرازی به یک زن همدیه‌اش متهم است. در دادگاه شهر ترسونزاده باشد ادعای مرد را انکار کردند. ادامه در گزارشی علیشیر ظریفی. همون شب 2019 27 سپتامبر آشخانه داستان را آمدیم. بعد از بیرون شدن نرزولو کریموف از آشخانه داستان، داستان زندگیش دیگر شد. با نقل او پیشخدمتی که همراهش بیرون شد وی را بعد دستدرازی نسبتش تهمت کرده است. که اکا طرف پالگ نکمیرد ما گفتم ها با که طرف پالگ نکرد گفت منم خطا میرم گفتم که برای یگون کس کتی برای با که اکا گفت شما آدم میفهمید که تا همجا را بسیل کنید کاری ثواب است. و خیر رفتیم کمتر روشنی تاریکی بود. بعد تو هم پالینه بسیل کردم گفت حق گذراندم بعد خشت از زمین پرتو از زمین پرتو برداشتم تو چیکار کسی بعد که چیز میگذره میره گفت. بعد این نرزولو کریموف ماه می سال گذشته برای حرکت زورآوری دارای خصوصیت شهوانی در نسبت سیاره علیمова ساکن شهر ترسونزاده به 5 سال زندان محکوم گردیده است. اما دادرس او را شرطاً از ادای جزای حبس آزاد نموده است. دادگاه با گذشت 1 سال دوباره این پرونده را به محاکمه گرفته است. در دادگاه شهر ترسونزاده گفتند بررسی پرونده او در چارچوب قانون و عادلانه ادامه دارد. به قول کریموف نفری که پافشاری دارد او گناه را به گردن گیرد دادرس است که قبلا نسبتش حکم اعلام کرده بود و بعدا حکم بیکار شد. حالا بررسی پرونده از سر نو گرفته شده است. روز 20 اپریل به مرافعه دادگاه نرزولو کریموف خبرنگاری رادیوی آزادی راه داده نشد. در این نهاد از پیشنهاد هر گونه اطلاع درباره پرونده او خودداری کردند. به همسر عیبدار شونده نیز اجازه وارد شدن به مرافعه دادگاهی شوهرش را ندادند. با این بازی 2 ماه شد که گشته دلش آغاز شده است. فریاد کردند
هر روز مرافعه یا روز دوباره مرافعه میکنن لیکن نمیمونن در آمدن ما را. اما سیاره علیمова در یک صحبت کوتاه بدون نوار به رادیو آزادی گفت نرزالله کریموف با وی اجباراً دستاروزی کرده است. تشخیص سودی طبی حالت دستاروزی به ناموس این زن را تصدیق کرده است. حالا درباره سرگردانی یک خانواده در ولایت ختلون برایتان قصه میکنیم که بر عوض 4000 سومانی از وام بالای سرش محروم گشت و گفته این خانواده 6 سال این جانب دنبال عدالت میگردد، اما طور معلوم میشود دوستانی که تو این مدت زیر عریضه های آنها امضا گذاشته است از این قضیه خبر ندارد. محمود جان رحمتزاده با جزئیات بیشتر. بسیار رفته اومدن این زن خانه‌اش را از دست داده است و اکنون در بدر مقامات میگردد تا ارزش را شنوند. خیرنیسا بزرگ و میگوید با همه اهل اویلش قربانی قلابی شده است، ولی مقامات حفظی حقوق نمیخواهند حق را به حقدار رسانند. 6 سال پیش اویله از همسایش 4000 سومانی قرض میپرسد. همسایه پیشنهاد میکند که خانه آنها به گرو گذاشته شده از شخصی سوم قرض بیشتر گیرند. تجارت کرده همه $150 موندگی بود. برای همون خانه 3000 را پول نگرفتن، یگون دیرم یگون کس ما را نداده. هر باره که خیرنیسا از بالای حکمتالله کمالوف به دادستان یا دادگاه و میلیسه شکایت برده است، در اول کاری او را جدی سنجیدند، ولی هفته پس مناسبت با عریضه او رنگ دیگر میگرفته است. بعضی وقتی میشه که عریضه ما را 6 ماه 8 ماه در ارگانو مقصد مان میکنن، حالی میبینیم، حالی وقت نداریم، حالی مجلس داریم، فلان فلان، بعد 6 هفته کاز نمینویسن میتن. حکمتالله کمالوف نفری که در شهرنامه پول گیرنده است در صحبت حضوری اقرار شد که در واقع او پول گرفته است، ولی گفت که پول گرفته او از موجی گل پیرمشوی و نه 13 بلکه $6000 بود. موجی گل پیرمشوی گفته کمالوف را در صحبت تلفنی رد کرد و گفت که او نه 6 بلکه $13000 به کمالوف در حجره کاریش داده است و این پول در یک سال با بهره اش به $60000 رسیده بود. در دادستان شهر کۆلۆب هم 3 مرد به شکایت خیرنیسا بزرگ و پاسخ دادند، اما رحمان علی امامزاده دادستان شهر کۆلۆب از قضیه خیرنیسا بزرگ و اظهار بیخبری کرد، هرچند 10 ها جوابهای رد شده شکایت خیرنیسا را امضا گذاشته است. چون این پاسخ از شعبه کارهای داخلی نیز به دست خیرنیسا رسیده است. از دست رفتن منزل شوهر خیرنیسا را برای دریافت قوت لایمات به دوشنبه برد. اکنون همسر او در بدر مقامات میگردد با امیدی که یک روز کسی ارزش را خواهد شنید. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. بینندگان عزیز، با رادیو آزادی باشید. برنامه امروز رو باشد من به پایان میرسونم. تشکر از هر یک شما از آنکه تا این لحظه ها مرا همراهی کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر از این در وبسایت رادیو آزادی گذاشته میشد. فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدارت.